وقت شما خوش، درود فراوان بر شما خانم آقایان. درود میفرستم خدمت تمام شما بینندگان عزیز برنامه نورافکن، از تهران تا لندن، از لندن تا واشنگتن و از واشنگتن تا لس آنجلس. صدا و تصویر ما را دارید میبینید. امروز 27 آوریل 2012 میلادی، ساعت 4:05 به وقت محلی لس آنجلس. برنامه ویژه‌ای خواهیم داشت امروز و فردا، همراه یک تهیه کننده، یک فیلمساز، بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. اجازه بدین بریم یک پرومو کوتاه، یک نفسی بکشیم، برنامه را آغاز کنیم، وارد برنامه بشیم. The based of the true story. در کشور ما، در مملکت ما، در ایران، فیلم هایی که نسبتاً مستنده کم ساخته میشه، ولی ایرانیانی که امروز در خارج از کشور هستند، چه فیلمساز چه تهیه کننده، به هر حال سعی میکنن فیلم هایی بسازن که بیشتر به مستند واقعیت داره. امروز میخوام درباره یک فیلمی با شما صحبت بکنم به اسم گلدن ویل یا شالهای طلا یا شال طلا، از یک تهیه کننده ایرانی و یک فیلم بسیار بسیار تاثیرگذار، چرا که این فیلم رو من 2 بار دیدم و درش بسیار بسیار حرف است. اجازه بدیم بریم سراغ. روی خط هستن؟ بله. جناب آقای بهمن نصیری عزیز، درود بر شما. درود بر شما. حال شما چطوره؟ متشکرم. شما خوبین؟ تشکر میکنم از اینکه من رو به برنامه خود دعوت کردید. بسیار از شما سپاسگزارم. قرار بود که از طریق اسکایپ به شما وصل بشیم ولی متاسفانه نشد، نقص فنی بود. انشالله برای دفعه آینده. خب بفرمایید که این فیلم چه شد که این فیلم رو ساختید؟ چه شد که به فکر ساختن همچین فیلمی افتادید؟ چرا که شما تهیه کننده این فیلم هستید؟ من اصلا نه فیلمساز بودم نه هنرپیشه، همه کاره شدم به خاطر عشق به وطن. من داستانی نوشته بودم که اتفاقا جایی که زندگی میکنم یکی از همسایه‌های من، یکی از کارگردان ها، فیلمسازهای قدیم هالیوود بود به نام جورج انگلند و اون وقتی داستان من رو خوند به من گفتش که این باید فیلم بشه. من بهشون گفتم خب شما بیاین این فیلم رو درست کنین. گفت من دیگه بازنشسته شدم و ایشون به اصطلاح فن فیلمسازی رو یاد من داد و 5 سال طول کشید تا من این فیلم رو تموم کردم. و اتفاقی که در عرض 24 ساعت اخیر افتاده که همه ماهواره ها متحد شدن واسه پخش این فیلم خیلی جالبه، چون به عقیده من در 33 سال اخیر این اولین باره که ماهواره ها همه دست به دست متحد شدن با هم. یعنی منظورتون یعنی رسانه‌های ایرانی است؟ منظورتون متحد بشیم؟ بله. منظورتون رسانه‌های ایرانی در لس آنجلس دیگه؟ در لس آنجلس، بله بله. و یک کانال کیبل هم در کانادا روز یکشنبه پخش خواهد کرد. بله. بسیار عالی. خب اگر موافق باشیم بریم به قسمت‌های این فیلم رو ببینیم با هم دیگه. قسمت‌هایش رو ببینیم و برگردیم وارد بحث و نقد فیلم بشیم. چطوره؟ حتما. بسیار خوب. امیر جان. You know you look ridiculous. Isn't that the point of a disco? Hey bartender, do you have any special drinks for American gigolos? Amir, what are you doing? Are you kidding? On Friday nights I own this place. What are you doing here? I'm here on a date with Layla. Beautiful girl I was telling you about. Ah.
My name is Amin. I am Benjamin's old friend from Yale. My God, you are beautiful. All right, keep your hands off my girl. You go molest your own date. I would if there was something here worth molesting. Amir, come on, man. You're never without a girl. Why don't you two help me pick one out? خب قسمت هایی از این فیلم رو دیدید. اگه یادتون باشه در سینمای همین امریکا فیلمی ساخته شد به اسم مستر و میسیز اسمیت. دو شخصیت، زن و شوهر، خانم انجلینا جولی همراه همسرشون آقای براد پیت در خانه عاشق همدیگه بودن، همدیگه رو دوست داشتن، ولی خارج از خانه رقیب کاری بودن. حالا یه مثال دیگه هم براتون بزنم. فیلمی که خانم تهمینه میلانی ساخت، فیلم بسیار بسیار زیبایی به اسم آتش بس، بازی خانم مهناز افشار، آقای محمد رضا گلزار. از یه طرف عاشق هم دیگه بودن، ولی این عاشق بودن کار دستشون داد. این فیلم هم یه چیزی تو اون مایاست، ولی از نگاه سیاسی داره به قضیه نگاه میکنه. یک خانم زیبای ایرانی به اسم مستعار لیلا که مأمور امنیت ساواک یا امنیت پادشاهی یا شاهنشاهی در اون زمان بوده. یک ژورنالیست، البته میگه من ژورنالیستم، کارمند CIA، وارد ایران میشه و بین اینها یک اتفاق عاشقانه یا میتونیم بگیم یک لاو استوری پیش میاد. خب ولی از همه مهمتر اینه که کارگردان و تهیه کننده فوکسشون و دیدشون به قضیه فرق میکنه که یک انقلاب در 32 سال پیش اتفاق افتاد در همین مملکت من. هم ایرانی ها در ایران صدمه دیدن، هم امریکایی ها، برای خودخواهی یک سری آدم که خواستن انقلابشون رو به کرسی بنشونن. خب آقای نصیری عزیز، حرفی دارین به حرفای بنده اضافه بکنین؟ چیزی دارین؟ والا شما خیلی قشنگ همه چیز رو شرح دادید دیگه. من چی بگم؟ خواهش میکنم. خب بریم سراغ همین قسمتی که با هم دیگه دیدیم، قسمت کلاب. اگه موافق باشی نقدش رو باز کنیم. خب من در ایران دیروز زندگی نکردم. بنده بچه انقلابم، در انقلاب به دنیا اومدم و غیر از جمهوری اسلامی چیزی به خودم ندیدم. چند سالتونه ببخشید؟ من 29-30 سال. اون دیسکوهای قبل از انقلاب رو به خاطر نمیارید؟ نه. من اون زمان من به سن شما که بودم اون زمان هر شب توی دیسکوهای شمال شهر تهران بودم. آها، پس این مجینیشن خودتونه که دیسکوها رو اینجوری نشان دادید، درسته؟ بله واقعا اینجوری بوده؟ واقعا اینجور بود. دیسکوهایی داشتیم شمال تهران که امروزه در نیویورک و لندن وجود نداره. خب یک آقایی به اسم جعفر، اشتباه نکنم، درسته؟ بله. نقشش رو کی بازی میکنه؟ جعفر شما میدونید که اون رول رو من خودم بازی کردم. بله من میخواستم خودتون بگی. میتونم براتون شرح بدم که چجوری شد. بفرمایید. ما یک هنرپیشه سوریه‌ای داشتیم که این رول رو بازی کنه و من دیدم نگاه میکنه یه چیزی میخواد بگه روش نمیشه. اینا گفتم چیه بگو به من. اینها گفت که راستش این رول به خود شما میخوره. گفتم چی داری میگی؟ من تهیه کنندم، من که نمیخوام هنرپیشه بشم. گفتش که نه حالا بیا یکی که برداریم ببینیم چجوری در میاد. یه فیلم برداری کردیم و من خودم وقتی دیدم از خودم ترسیدم. اتفاقا اینو بگم که دیروز من با شما صحبت کردم، این فیلم از نظر فیلم برداری و از نظر مخصوصا نورپردازی یکی از زیباترینه که من دیدم.
نورپردازا گروه نورپردازتون امریکایی بودن؟ بله. یه چیزی رو دوست دارم واسهتون شرح بدم. ببینید توی این فیلم خیلی از تیکه های اخبار به استفاده شده که ما از CBS نیوز کاپی رایتش خریدیم. فیلم برداری که اون زمان میشد که های دفینیشن نبود، میدونین کوالیتی خیلی پایین بود. ما اگر فیلم برداری جدید رو به اصطلاح اگر که های دفینیشن فیلم برداری کردیم ولی یه دفعه توی چشم میزد، یعنی فیلم برداری جدید یه دفعه بره توی اخبار قدیم، اینها اینه که ما لنزهای مخصوصی به کار بردیم که تولید یه مقدار گرین دوندونی کردیم، اینها حتی جاهایی رو یه کمکی تار کردیم اینا که بلندینگ کنه، مچ کنه با تیکه های فیلم برداری قدیمی و خیلی خوب در اومد. یعنی شما وقتی از فیلم برداری که ما کردیم میره توی اخبار هیچ حس نمی کنید، توی چشمتون نمیزنه. بله. خدمت شما عرض کنم در دقیقه 27 فیلم اگر امیر جان آماده بکنه نشان داده میشه که جعفر شخصیتی که از طریق زمینی وارد ایران میشه و قصد داره که براندازی بکنه، قصد داره که با کمک اسلامیون، یا شما در فیلم نشون دادین آقای اسامه بن لادن، درسته؟ اتفاقا سوال خیلی خوبی کردید شما، چون این کاراکتر جعفر یکی از 7 نفری بود که من توی داستانی که نوشتم به نام ماسک طلایی که این داستان رو هنوز چاپ نکردم، یکی از 7 نفریه که دست داشتن توی این انقلابی که انجام شد. من توی این فیلم نگفتم اسامه بن لادن، شما متوجه میشین که اسامه اسم شخص هست. من این فیلم رو طوری درست کردم که هر کس تماشا میکنه برداشت خودش رو داشته باشه. آفرین. ولی خب شما صورت اون آقای عرب رو نشان ندادید، ولی خب اون عبا و اون دیشتاشه‌ای که پوشیده بود، چرا که شکل عرب‌ها یا شیخ‌های عربستان هست اگه توجه کرد شما، درسته؟ بله در حقیقت اسامه بن لادن هست. اسامه بن لادن اون زمان 21 سالش بود و عضو روشنیه بود. بله. و حالا دیگه زیاد وقت میگیره اگه بخوام زیاد بدم. آیا فکر نمی‌کنی که این یک کمی از حقیقت به دوره درباره مستندسازی؟ هیچ فکر نمی کنم دور باشه از حقیقت، چون تحقیقات زیادی ما انجام دادیم روی این مسائل. یعنی فکر میکنین که آقای جعفر کسیه که آمده ایران و پولی گرفته از شخصیت‌هایی مثل اسامه بن لادن برای پیشرفت و نقش آنها برای انقلاب 57؟ پول ها از طرف CIA فرستاده شد، چنل شد از طریق خود شخص بن لادن که اون زمان آمریکا بن لادن رو پشتیبانی میکرد با پول و مهمات برای بیرون کردن روس‌ها از افغانستان. بله. خب موافق این قسمت رو بریم با هم ببینیم؟ حتما. قسمتی که میبینیم جعفر را میبینیم که از کوههای یا مرز رد میشه، وارد میشه، و از همه مهمتر اینجا اینو من میخوام بگم قبل از که بریم این قسمت رو ببینیم، به نورپردازی این قسمت نگاه بکنید، به صورت جعفر خوب نگاه بکنید و کارگردان و تهیه کننده خیلی به نهایت کامل توانستن که این قسمت، این لوکیشن رو خوب بگیرن. یک شخصیت شیطانی وقتی میبینیم اسامه بن لادن یا همون کسی که پول میگیره از CIA نشسته پشت میز در یک غار پر از اسکلت جلوش و نشون میده که افکار اینها افکارهای شیطانی است. درسته که مسلمون هستند ولی افکار اینها، دنیای اینها یک دنیای شیطانی است و دستور را میده، میگه برو، شاه داره فرار میکنه، اونجا بمان، خمینی داره بر میگرده به ایران و انقلاب را پیش ببر برای جمهوری اسلامی. درسته؟ کاملا. یه چیز میتونم اضافه بکنم؟ 100%.
فیلمبرداری این صحنه همش به وسیله نور شمع فیلمبرداری شد. That was I thought. همین فکر رو من کردم. بله، در حدود 200 تا شمع داشتیم روشن کرده بودیم. بله، یکی از زیباترین سکانس های فیلمه. با هم دیگه میبینیم. So, Miss Secret Savak Agent, what are you gonna do with a big bad CIA man, huh? Let's see. What you gonna do, huh? Down? Oh. Do you remember when I said I was a good Persian girl? Vaguely. Vaguely, huh? Yeah. Well, I am. Uh-huh. But you're an exception. خب اجازه بدین تا دوستان عزیز این قسمت رو آماده میکنن. آقای بهمن خان عزیز نصیری بله همین قسمت رو بله همین قسمت رو من میخوام دوستان قشنگ توجه بکنن به مخصوصا این سکانس بسیار جالبیه. امیر جان بریم با همین سکانس رو ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حسن، خنجرات را تقدیم برادر کن. شما یک برادر انتخاب شده هستید. بله هستم. چطور به این مقام رسیدید؟ سرنوشت برای من انتخاب کرد. Do you understand the seriousness of being a member of the Brotherhood? I do. What proof can you give of your reception? The cavern has witnessed it. What did you do in the cavern? I executed justice. Have you penetrated any further? I have. Do you understand all? I do. What is the o'clock? The hour of silence. Your life passes with every breath you draw. Death tracks you like a bloodhound. But remember, my brother, that the reward for those who overcome the dread of death is to ascend above the terrestrial sphere. Let the skull remind you of what you were taught as you became a perfect master. Tell me what it represents. داستان آدم ها و اینکه ضعیف همیشه پایمال است. Are you prepared to sacrifice your life for the Brotherhood? I am. Hussein, hand the brother your gun. The chapter is open. خب این قسمت از این فیلم دیدین چه تصویرهای قشنگ، چه شات‌های قشنگ گرفته بود. نشان داد که یک آدمی اگر قراره که نشان بده
بودنش یا همراه بودنش را با این اشخاص انقلابی حتی حاضر شهیدم بشه. تفنگ را گذاشتن روی شقیقش با اینکه خب تفنگ خالی بود، ولی خب ماشه را چکوندن و چیزی درش نبود، یعنی آماده شهادت. خب قسمت هایی از این فیلم نشان میده سرنوشت تمام ایرانیان را، سرنوشت من، سرنوشت شما، سرنوشت ماها، که کارگردان و تهیه کننده به مهارت کامل توانستن این تصویرها را در فیلم نشان بدن. دختر پسر دارند از کوه و کمر فرار میکنن، چرا که انقلاب شده، مأمور CIA جایی نداره برای موندن و دختری که در ساواک قبلا کار میکرده یا الان هم کار میکنه جایی نداره در انقلاب اسلامی و اینا دارن آماده میشن برای فرار از ایران. ولی یک صدا، همینجا امیر جان همین جاها رو بذار، یک صدا پشت یا بک‌گراند این فیلم به گوش میرسه. چیه؟ صدای کارتره، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در دهه 70، اواخر دهه 70، که این مرد یا میتونیم بگیم کشورهای ابرقدرت با بیرحمی کامل چقدر راحت میتوانن مهرها رو تکون بدن، یک کسی رو بیارن یک کسی رو ببرن. و غیر از این که مردم اون مملکت، یعنی مملکت من و شما، صدمه میبینیم یک طرف، خودشون هم صدمه دیدند، افراد خودشون به زندان افتادن 444 روز، مامورای خودشون بیکار شدن. آقای بهمن عزیز. بله خیلی قشنگ شرح دادید شما. بله. یک قسمت دیگه هم هست، این صدای کارتر را من در این فیلم که دیدم صداست که من شاید اون زمان پخش شده ولی امروز در دسترس نیست. بفرمایید که این چگونه این صدا را از کجا آوردین، چجوری در آوردین؟ اتفاقا صدای کارتر هست، صدای رگن هست، صدای خود خمینی هست. اینها رو ما همه رو خریدیم. اتفاقا اینها صدای اینها با ویدیو بود که اینها رو ما کاپی رایتش رو همه رو از CBS نیوز خریدیم. جالبه. بعد ما فقط از صدا استفاده کردیم نه ویدیو. صداها رو کار گذاشتیم روی فیلم برداریایی که خودمون کردیم. و بله اون اتفاقا یکی از صحنه‌های خیلی قشنگ تو فیلم انور سادات هست که صحبت میکنه و اون قسمت رو حتی که خیلی نزدیک به سادات بودن ندیده بودن. بله. خیلی جالب بود واسهشون. بله. نه واقعا زحمت کشیدین. خب امیر جان بریم این قسمت رو ببینیم. من خیلی دوست داشتم قبل از اینکه این قسمت رو ببینیم که دوستان عزیز این فیلم رو ببینند و ما بعد درباره این فیلم صحبت بکنیم. ولی خب به هر حال چون وقت نداریم و وقتمون کمه، نیم ساعت دوم برنامه را با اجازه تهیه کننده این تصمیم گرفتیم که برای شما پخش کنیم، یعنی نیم ساعت دوم برنامه خودمون که نیم ساعت اول فیلم خواهد بود و فردا شب در برنامه خودمون در برنامه نورافکن قراره که نیم ساعت دوم فیلم را نشان بدیم و پس از آن بتوانیم کاملتر صحبت بکنیم که دوستان عزیز کمی براشون گنگی نباشه، چون که فیلمی که ندیده باشیم و دو نفر درباره‌اش صحبت بکنند برای بعضیا گنگ خواهد، برای من که اینجوری خواهد بود. شما هم با من هم عقیده هستین قربان؟ 100%. بله. بریم این قسمت هم ببینیم، برگردیم، بعد میریم سراغ اول فیلم و برای شما فیلم را پخش میکنیم. خواهش میکنم. Hello? Hey, you're not gonna believe what happened today. We've been all over the city. Benjamin, I don't mean to cut you off, but I'm a little busy right now.
for a cup of tea sometime, that would be great. A cup of tea. Okay. Yeah, we'll have to do that sometime. Okay. Bye. Where are you going in such a hurry? Oh, I'm gonna go over to Layla's. Why, what's up? I don't know. She's talking in code. I think she thinks the phone's tapped. I'm just gonna go see what's up. Let me go with you. No, I'll be all right. Thanks. Hey, hold on a minute. Why don't you take this with you? Okay. All right. What a day. I have never seen so many people united for a cause before. And the footage that Gonzo shot in the street, you know, I never thought we'd be lucky enough to be in the midst of an actual revolution. I'm sure it was exciting for you. It was. What's this? No, cool. Try it. It's good. It is. It's delicious. I couldn't help but feel the excitement of all these people that are finally going to over. به قول قدیمی ها میگن عشق را ببین چه میکنه. واقعا این فیلم را من آخر این فیلم را که دیدم بغضم واقعا داشت میترکید. همه همینطور. حالا جدی دارم میگم. ما که همه زدن زیر گریه. واقعا من آدمی ام که اصلا آدم گریه، یعنی به این زودی ها گریه هم نمیگیره، ولی چون کمی نشنالیتی من رو به قول قدیمی ها تاچ کرد و عشق هم درش بود، عشقی که دو نفر عاشق هم دیگه بودن از دو ملیت و متاسفانه سیاست که چیز زیاد درستی نیست به نظر من، این آدم ها رو از هم دیگه جدا میکنه متاسفانه. خب خیلی کوتاه قربون بفرمایین که جنبندی کوتاهی داریم، بریم فیلم را ببینیم اولشو و فردا هم در خدمتتون باشیم. بسیار عالی. آقای بهمن نصیری، از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. دوستان عزیز چگونه میتونن با شما تماس بگیرن بینندگان عزیز ما؟ والا بهترین راهش از طریق فیسبوکه. من 16 ماه اخیر دنیا رو بمباردمنت کردم با مسیج های روی فیسبوکم. فیسبوک / بهمن نصیری. بهمن نصیری فیسبوک، بهمن نصیری روی فیسبوک. 2 تا صفحه هم دارم، یکیش پر شده به 5000 دوست رسیده، یه صفحه دومم هست که در 1300-400 نفر. بسیار عالی، بسیار عالی. از شما بسیار بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به بنده به تلویزیون پارس برنامه نورافکن دادید و از شما دعوت میکنم که بریم بنشینیم به پای این فیلم بسیار بسیار زیبا و میدونم خوشتون خواهد اومد و دوست دارم نظراتتون را پس از دیدن فیلم یعنی فردا به سوی ما پرتاب کنید. آقای نصیری سپاسگزارم از شما. من سپاسگزار هستم از شما. مرسی از دعوتتون. خیلی ممنون. مرسی از امیر و سامان عزیز. منم با شما خداحافظی میکنم تا فردا شب. As the great Persian poet Hakim Omar Khayyam wrote, "Those who husbanded the golden grain, those who flung it to the winds like rain, alike to no such arid earth are turned, as buried once, men want dug up again." My name is Benjamin Idlewood. I was an American journalist and CIA agent who escaped Iran through the Tora Bora mountains of Afghanistan during the hostage crisis of 1980, with the help of a young Iranian secret agent woman whom I fell in love with. Her name was Layla. If she is alive or if she is dead, she'll hear my voice through the timeless air. I met them, bro.
Position the brother at the altar, kneeling behind the center skull. Worshipful Master. Are you an elected brother? I am. How came you to be so? Fortune has decided for me. Do you understand the seriousness of being a member of the Brotherhood? Dug up again. My name is Benjamin Idlewood. I was an American journalist and CIA agent who escaped Iran through the Tora Bora mountains of Afghanistan during the hostage crisis of 1980 with the help of a young Iranian secret agent woman whom I fell in love with. Her name was Layla. If she is alive or if she is dead, she'll hear my voice through the timeless air. Admit the brother inside the lodge. Position the brother at the altar, kneeling behind the center skull. Worshipful Master. Are you an elected brother? I am. How came you to be so? Fortune has decided for me. Do you understand the seriousness of being a member of the Brotherhood? I do. What proofs can you give of your reception? A cavern has witnessed it. What did you do in the cavern? I executed justice. Have you penetrated any further? I have. Do you understand all? I do. What is the o'clock? The hour of silence. Thy life passes with every breath thou drawest. Death stalketh thee like a bloodhound. But remember, my brother, that the reward for those who overcome the dread of death is to ascend above the terrestrial sphere. Let the skull remind you of what you were taught as you became a perfect master. What does it represent? It is a symbol of the history of the human race. That constant tragedy of guilty power and murdered innocence. The chapter is open to hear your request. Hello. Brother Benjamin from Yale. So you made it to Iran. Welcome. Amir, the old Yale days. How you doing, you old bulldog? God, it's beautiful here. Hey, listen. Sinatra is performing tonight at Rudaki Hall in front of Empress Farah. Would you like to join me? I'd love to, but I can't. I've got a date tonight. What? Did you fall for the first pretty girl you saw?
Love, the life-giving garden of this world. Every branch and leaf and fruit reveals an aspect of its perfection. The cypress gives hint of its majesty. The rose gives tidings of its beauty. Whenever beauty looks, love is also there. Whenever beauty shows a rosy cheek, love lights her fire from that flame. Beauty and love are as body and soul. Beauty is the mind. Love is the diamond. They have together, since the beginning of time, side by side, step by step. The springtime of lovers has come. The proclamation of heaven has come, that the bird of the soul may rise in flight. Like what you see? Yes, it's absolutely gorgeous. No, that's not what I was referring to. What might you be referring to then? Well, it's obvious, really. You stumbling over here, pretending to read while you were staring. I'm not pretending. I was just reading a poem and looked up and saw you, that was all. Relax. I'm just kidding. I'm actually impressed. It isn't every day you see an American reading the Rubaiyats. Where did she go? Oh, she's gone? You must have frightened her away. It's just you and me now. Perhaps I should introduce myself. I'm Benjamin. Perhaps I should return the favor. I'm Layla. How did you know my name? Can check your inflation. If you can work a little harder and start selling your commodities at a lesser price, you will get cheaper oil. This is, I think, an incentive which will be so attractive to these other countries that they will have a try at it. Child's play. You're Benjamin Idlewood from the news. Oh, I see. So, you're an American then? Yes and no. Well, I should be going now. You just sat down. You gonna leave just like that? Here, let me get that for you. Well, I just thought it was odd that she had a gun in her beach bag. Come on, Benjamin, you are smarter than this. They are probably Savak agents, the Shah's secret police, on assignment to either protect you or to get information from you. They recognized an American journalist and they set you up. Pretty girls don't carry guns, and that wasn't her grandmother, but her senior officer. And I can assure you that Layla is just a code name. Savak special agents are extremely attractive and physically fit. You won't be able to handle one, so don't even try. There's something special about this girl, and I'm gonna meet her. Okay, if you insist on meeting Miss Layla, at least let her know that you know she's a Savak agent. Don't let her get the upper hand. Remember who you are. Okay, I can do that. Thanks, brother. Bye.
آمریکایی هستی؟ Yes, I am. What would you like to drink? Chai Lotpan? And anyone meeting you? Yes, I'm waiting on one. Okay. What's so funny? I'm sorry. I can't get the sight of you with the leather briefcase at the beach out of my mind. That was no leather suitcase. That was my Cartier travel case that I bought at Harrods in London. Mind if I smoke? No, go ahead. Smoke away. I guess I must have looked pretty ridiculous, huh? Especially with your underpants hanging out of your swim shorts. No, thanks. I'm sorry. Don't be mad at me. So tell me, how come you speak with a perfect American accent? Well, that's easy. I was born in the U.S., and I lived there till I was 10. How long have you worked for Savick? Aye, that way goes the game. Shakespeare. The Midsummer Night's Dream, right? Midsummer Night's Dream, right. Midsummer Night's Dream. Right. 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 Come on. A gun in your beach bag, you and your grandmother playing games in the American I am so journalist. sorry. This is not the time and place to talk about this. Okay. Would you recommend anything? This is all farcy to me. Do you see anything you like? That looks good. No, I'm not gonna kiss you in front of everyone. What, Persian girls don't kiss? No. Well, it would be nice. You're right. That was nice. That was a dirty trick, but I'm not complaining. Hello, this is Benjamin Etterwood. Well, buddy, I guess you're still alive. So far, so good, huh? Oh, hi, Amir. Oh, you sound disappointed. Did you think I was that secret agent chick, Colin? I was indeed. She is so lovely. Yeah, I've never seen you so crazy about the girl before. Did you get the secret agent kiss? I did. Amir, I'm in trouble. You should take a cold shower. Persian girls don't do anything naughty until married. Okay. Well, I hate to be the bearer of bad news, but... Have a good night. Bye.
you should come with me tomorrow to Shiraz. I'm doing this piece at Persepolis, and I'm using Persian history as a tie-in to the current political situation in Iran. So clever. Thank God for you journalists explaining all our problems to the world. Come on, join me. It'll be fun. I would love to. I have to be in Paris for a week, starting tomorrow. You know what? What? I could stay a couple of extra days, and you could meet me in Paris. I'd love to, but I can't. I have to be in Tehran. Someday, though, I will take you to Paris. You know, Tehran is considered the Paris of the Middle East. I didn't know that. I'm starting to see why, though. When you get back from Paris, I'm gonna take you to the disco. Okay, I'm gonna hold you to that. Hello, and welcome to this edition of World Air. I'm your host, Maria Atanasov. Today we would like to discuss the growing political instability of Iran. Joining us is Benjamin Idlewood, our Iranian correspondent reporting with Independent News. Welcome, Benjamin. Yes, Maria, and thank you. I'm here in the city of Persepolis. This great ancient city was built by Cyrus the Great. Behind me you can see the ruins. Historians tell us this was the world's first democracy. However, in 330 BC, Alexander the Great destroyed this great city and its democratic ideals. Since, Persia has been invaded countless times by the Afghans, the Arabs, the Mongols, the Russians, the British. Given this history, the average Iranian yearns for a free, strong, independent Iran that can defend itself from the ideological and physical domination of foreign powers.